قاشق بادام درختی رو توی ظرف بریزید، بهش 1 لیوان آب جوش اضافه کنید، 1 ساعتی بمونید. پوست بادام رو جدا کنید، بهش 100 گرم آب جوش اضافه کنید، هم بزنید تا کاملا آسیاب بشه. از صافی رد کنید، بهش 2 قاشق سرپر ژل آلوورا اضافه کنید و 1 قاشق روغن بادام شیرین، هم بزنید تا کرمی شکل بشه. توی ظرف دلخواهتون نگهداری کنید. توفاله‌های بادام رو اصلا دور نریزید، بهش 1 قاشق شکر اضافه کنید و به عنوان اسکراب که یک روشن کننده قویه میتونید برای پوستتون استفاده کنید. به همین راحتی. قاشق برنج رو توی ظرف بریزید، بهش نصف لیوان آب جوش اضافه کنید، بذارید 12 ساعت بمونه و بعد توی ظرف دیگه بریزید، با گوشت برقی هم بزنید تا کاملا له بشه برنج. از صافی رد کنید، بهش 1 قاشق ژل آلوورا و نصف قاشق عسل اضافه کنید، هم بزنید تا صاف و یک دست بشه. 1 خیار رو بشورید و رنده کنید، آبش رو بگیرید، به اندازه 2 قاشق کافیه. 3 قاشق ژل آلوورا بهش اضافه کنید و 1 قاشق روغن خیار، هم بزنید تا خامه‌ای بشه و بعد توی ظرف دلخواهتون نگهداری کنید. به همین راحتی. روغن گل سرخ توی ظرف بریزید و بعد بهش 2 قاشق گلاب اضافه کنید. در آخر هم 3 قاشق ژل آلوورا که همه داروخونه ها دارن، هم بزنید تا ژله‌ای شکل بشه و در ظرف دلخواهتون نگهداری کنید. 2 قاشق چای ترش رو توی ظرف بریزید، بهش 50 گرم آب جوش اضافه کنید. بعد از 3 ساعت از صافی رد کنید. 1 قاشق نشاسته ذرت اضافه کنید، روی حرارت هم بزنید تا سفت بشه و بعد توی ظرف دلخواهتون نگهداری کنید.